دوستانی که عاقل هستین میفهمین از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید، حق فقیر را جدا که الله در مالت برکت میده. دوستان عزیز، اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه، بیدار کنه. اسلام دین عطوفت است، محبت است، دوستی است، برادری است، همدیگر فهمی است. ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم. من از خودم گپ نمیزنم، حدیث صحیح است. پیامبر مثل باد وزان خیرش به مردم میرسید. ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبقهای مجازی میمونن، در کامنتاری مردم میبینی گپای قبیح میگن. ای دوستی عزیز، میتونی کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح. مردم نیاز دارن به کمک. میتونی بکو کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح نگو. عزیز، این امتحان است، الله امتحان میکنه. و به خاطر در راه الله هیچ وقت بخیلی نکنید. حق فقرا این زکات از فرض الله به جا بیارید. الله در مالشون و در خانهشون و در عمرشون برکت میده. ولی اگر ندادید یک مدتی ماشین قیمت قطعی میگردی، یک مدتی ماشین خانه قیمت ده ویلا ده زندگی میکنی، یک مدتی اما میاره الله بالا یک مشکلی میاره که دیگه میلیون ها را میتی به درد نمیخوره. که دیگه اون شرایطی نداریم که ما هم سوز نیستیم یاری دا کار کنیم یا که شوارم مجبور شدم که بالای اکرانی ها یکی شما بایم ایسو خانه بزنم. فراموش نکنید که من از خرسنده خدم نیست. السلام علیکم برادران و خواهران گرامی، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ انشاءالله الله حفظتون کنه. برادران و خواهران گرامی، از هر کس خواهش میکنم همین ویدیو را لایک، کامنتاریا و با دیگران روان کردن فراموش نکنین. برادران و خواهران گرامی، این مصیبتی که بالای سر این برادر و با همسرش آمده است به نهایت مشکل است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم برادران غریب و برادران در درون تاجیکستان و از بیرون تاجیکستان. ما از همه شما خواهش میکنیم که با ما کمک کنین. من یه سرپناهی بیارم که فرزندم اقلا به سرپناه نمانه. ما همه شما خواهش میکنیم که حدود ما برسیم و را کمک کنیم. این که دیگه اگه شرایطی نداریم که ما هم سوز نیستیم یاری دا کار کنیم یا که شوارم که این گودا کمونه نگه کده بتونیم قبل. سلام، ما خواهش داریم که ما ستم عیبیم، نابیناییم. ما شما خواهش داریم که ما در کمک کنیم. از نم عیبای هم نابینای خودم نابینای. ما شما خواهش داریم که ما را یاردم کنیم. ما آدم های بیچاره را یاردم کنیم. سلام علیکم برادران مهاجر و دوستان عزیز. امروز برادر ما تجمعیم به خانه ما تشریف آورد. من خودم معیوب گروه 2 با اصول اخبار حق میگردم. آیده هم باشد معیوب گروه 3. این کس خرسنگلم، این کس هم نابینا هست. ما صاحب 3 فرزند هستیم. از همه شما احتمالا خواهش میکنم برادر. شاید امروز من سلامتی ساز میداشتم، قطار دیگر برادران مهاجر میرفتم، زندگی خودم پیش میبردم و هرگاه تا شما محتاج نمیشیدم که امروز باور کنید برادر، من امروز مجبور شدم که بالای اکرانی هر یک شما بایم ایسو خانه بزنم. فراموش نکنید که من از خرسنده خودم نیست. برای زندگی امروز من مجبور کرده که من همه کار کنم بالای اکران بوم. باور کنید جاش میشه که نمیرایم نونه بخوایم، جاش میشه که ایسوبی که دیگه ماه نزدیک میاد دیگه نمیدونم سومی کوارتر ما بتم، سومی سوید ما بتم، سومی او ما بتم. گودک تا چند گودک هر روز دین میوه یک چی حواس میکنه یک چی آرزو میکنه.
من همین آرزوهای همین کودک حتی بجا آوردن نمیتونم. شاید ساز میکنم یا آیله هم ساز میکنم. خیلی شکرانه الله میکنیم که 3 تا فرزند سالم داریم. خیلی قرآن خوانده نتونستیم، ممکن فرزندای ما بخونن. شکرانه خدا میکنیم که هم نماز کامون به وقتش میخونیم. نمیگو همین سکسیش همین خوبه که هستیم میره نماز تا در تورات میکنیم به وقتش میو. قشلاق باشه ما نتونیم سرمون در سر چیز میزنه تا میریم چیز میویم که ما شکرانه میکنیم که خداوند مرا تا دختر بده. قلنا پول کوارتیر نباشه با ما باشه یا بالا میکنیم. امروز گفته سنگو با دیگه نمیدونم روی سفر سنی کجا کنیم چون که دیگه آواره شدیم. اینا به نزدیک 17 در سومی کوارتیر بخیز اونم که سومی کوارتیر اون 2 روز دادیم بس همون که شما نمیتونین بخیزین. یک از خواهر زنم هست این هم معلوم بگویی شماش نوبینو هست در 3 ماه پیش اپیاس اکدبلیمش اپیاس کسته ما حساب اپیاس این 3 ماه میشه که دارو و کاج اقلا خریده نمیتونه که با پای خودش بخیزه و هم بیان دونی خچه باور گویی میشه که ایسومی نفقه همی و ایسومی نفقه خودم جمع کردن سومی کوارتیر میتونه که یک سومی نفقه من سومی نفقه میخواه و کوارتیر میتونم دیگه نمیدونم چیکار کنم. از اون میکنم که شما و برادران مسلمان هست و امروز در بای ما هستن. شما همون خواهش دارم که دستگیری کنیم تا که ما خودمون تنها حس نکنیم. البته صاحب همه الله مهربان است و برادر به خاطر الله دستگیری کنیم چون که ما دیگه در بدر آواره این حساب ایجابی خزونده سنم دیگه نمیدونیم که با کجا برای وقت در کیا بکنیم که ما در خونه درفته. کارتای زویبانگم با نام گدای و گلارو زنده 22 02 20 23 27 22 89 32 میباشد. کارتای دوشنبه سیستمم با نام گدای و صدبر صفحه 97 62 4 تا 9 29 76 83 13 میباشد. برادران و خواهران گرامی، این مصیبتی که بالای سر این برادر و با همسرش آمده است به نهایت مشکل است. سبحان الله برادر خودش معیوب است و همسرش نابینا است. سبحان الله بالای این فرزندش کمترک بیمار است. به همین خاطر با ما مراجعت کردن و کمک خواستن. برادران و خواهران گرامی، از هر یک شما خواهش میکنم که چه قدر میتوند 1 روبل 10 روبل 100 روبل 500 روبل قدرت به توانایی آنهایی که دارایی کمک کردن دارند به خاطر الله کمکشان کنین چون که به نهایت حالشان بد است. با ما مراجعت کردن و کمک خواستن. کارتای خودشون از برادران و خواهران گرامی نامورای خودشون هم میمانیم انشاءالله و میتوانید با می برادر خودشون زنگ زنید و پرسان کنید. از هر یک شما خواهش میکنم ویدیو را تا آخر تماشا کنید و خلاصتون را برارین. بارک الله فیکم. و آنهایی که کمک میکنید دستگیری میکنید همه وقت الله جزای خیرتون یکی همه وقت پیش قدم هستین. و مسئله اویاکسر بسیاری ولی با فکر میکنه که این مسئله اویاکسر بسیاری بد رکلام میکنن. برادران و خواهران گرامی، الله شاهد است چندین بار ما شنویدیم و دیدیم و مراجعت کردن که از اینترنت ما بلیت خریدیم و سبحان الله بلیت ها را یعنی فهم کردن فریب میکنن. با این خاطر ما میخواهیم که همین مسئله بلیت ها و مسئله همین چیزها در یک دست های زنانکی دستی مثال فریبگر نباشد. با همین خاطر ما شخصی را توصیه میتیم که خودم گارانتی همین چیزها هستیم انشاءالله. به خاطر الله کسایی که میخواهم بلیت خریداری کنن مرحمت در این نمره زنگ زنین و با تمام دولت ها را هست. بلیت الکترونی است. الله جزای خیرتون تیا برای دستگیریتون، برای کمکاتون، برای همه طرفا پادرش کتون. جزاک الله خیرا. سلام علیکم.